شب بر شما خوش بینندگان عزیز و همراهان همیشگی سایت و اپلیکیشن آنتن. آخرین بازی دوستانه رئال مادرید قبل از شروع لالیگا مساف با تیرول از اتریش. من کیارش وایدی هستم، گزارشگر این دیدار. و اما ترکیب دو تیم برای رئال مادرید: کورتوا در چارچوب دروازه قرار گرفته، کار راست پاسکاری که رئالیا دارن انجام میدن. آردا گولر، آرنولد وارد محوطه جریمه شد، ارسال رو انجام داد و توپ نرسید به همتیمیاش. همچنان فشار حفظ شد و آردا گولر خودش ضربه رو مستقیم میزنه و توپ تیر دروازه برخورد میکنه. دنی سبایوس، براهیم دیاز توپو بلند میفرسته، فرصت هست برای رئال مادرید و دروازه تیرول باز شد. براهیم دیاز نگاه انداخت، توپو فرستاد. هم هاوسن هم میلیتائو جلو کشیده بودن و گل برتری رئال مادرید توسط مدافع میانیشون. در نهایت مولر اشتباه در میانه میدان. آرنولد تندوتیز میفرسته، ارتباط قطع میشه توسط لورنس. چرخش فوق‌العاده و در نهایت ضربه دیدنیش. وینی جونیور. رئالی ها با آرامش سعی دارن نزدیک بشن به دروازه تیرول. فکر میکنم همین بازی کردن با رئال برای تیرولی های افتخار بزرگ باشه. میزنه، توپش خطرناک از کنار دروازه تیرول به بیرون رفت. ترکیب اصلی الان که در ترکیب اصلی قرار گرفته: براهیم دیاز، آردا گولر پشت توپ قرار گرفته. ارسال کوتاه آردا گولر نزدیک بود که میلیتائو دروازه تیرول رو باز کنه که اجازه این کار رو بهش. عرض زمین رو طی کرد، خط دفاعی رو که کاملا کوبیدن و ساخت. و دیدیم با اینم سومین گل رئال مادرید. امباپه دبل میکنه و یه گل زیبا رو میزنه برای رئال. تمام این حملات یک پیام واضح داشت: فوتبال یعنی رئال مادرید. حملاتی که یکی پس از دیگری به ثمر میشینه و باعث شده رئال مساف اولشون در لالیگا بشن. چه دریبل نازی زد کیلیان امباپه. یسار گونسالو گارسیا به پاس رو به جلوی فرار. حرکت آغاز شده به سمت دروازه رئال مادرید. ضربه‌ای که زده میشه لونین توپو مهار میکنه. تیرول، رودریگو چه مشخص خیلی انگیزه نداره. کیلیان امباپه بازیکنی که قرار از رئال مادرید هم جدا بشه همچنان سعی میکنه با پیراهن این تیم در لحظات آخرش بدرخشه. من به نظرم حیف رودریگوه.